باغداران ولایت سوخت امسال از زردآلوزارها امید زیاد ندارند، چون که سرمای اولی بهار و بارانهای پی در پی به درختانشان آسیب جدی رسانده است. نسبت ویسال امسال 10% میوه هم نیست. اصلا میوه بدگیش این خود درختایی که دیکی اونده پیوندی اونده به شمرده همین درختان هم دیکی باشه. من همین درختان هم میوهش به شمردیدی ساله که خدا کنه مردم کم تا زیان رسون و پیشت همین زندگی مردم میگذشت. تغییریابی اقلیم و دیگرگونی باد و هوا سبب اساسی این حالت گفته می شود. باغ‌های زردآلو در ناحیه‌های اشت و مسجاه و باباجان غفوروف و شهرهای کنیبادام و اسفره بیش از 50,000 گکتار مساحت دارند. آنها را ساکنان بعد مهاجرت مهنتی دومین منبع اساسی درآمد خانواده‌ها می‌شمارند. امسال در همه این شهر و ناحیه‌ها وضع یخخیره است و دهقانان میگویند که کوشیدند راه کم حاصلی را گیرند، اما زیاد کامیاب نگشتند. این با همین زمستاننده وای کردیم که خنک نزند گفته تاگش به یختی علاو کردیم. یختی علاو سر دادم که حوصلش خپت بایم رزقمایه خوریم. بنا باولمینی کرده خپیتو کم تو. اوزه یختی عشقاتم پر میشته شود. کم ده. سال گذشته چه خیلی بود؟ سال گذشته یک 20 عشق 15 عشق میکرد. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان به باغبانها توصیه دادند که برای کاهش ضرر در بین درختان زراعتکاری کنند، ولی به اندیشه دهقانان این اقدام نیز ثمربخش نیست. اوزه تراکتورم 15 سامان گذاشته ساتقه. اوزه مویلش همین با وای کرده راسیه و برفتم اون ساسته قیمت نرخ نوا قیمتی کرد. زمینمونده هیچی هم نیست. مثال که گیریم پاستنده دیگر اونده پخته ها یا که بیده ها یا دیگه چیزو هست. پختنده هم 2 سال یا 3 سال ایسی مردم پلشونه بزور رس خود برورن نبرورانه نرخ نوان کمیتون پاس. مثال 1 کیلو پخته 1 سامان یا 2 سامانی کورگل میچینه 30 لیتر فلان پود. مثال که ویم نوک شده سروشن گرم شده استادست. تاجران خشک میوه میگویند که امسال تقریبا بیکار ماندند و نرخ زردآلو فعلا در بازارها نظر به سال گذشته 1 برابر افزوده است. سال گذشته برعکس از سرحاصلی محتاج به نیروی کاری بودند و نرخ زردآلو هم به تدریج پایان رفته بود. با وجود مشکل آب، دهقانان هر سال از بیش از 50,000 گکتار باغ زردآلو در ولایت سوخت به حساب میانه سال 100,000 تانه حاصل می گرفتند. آنها امیدوارند که وزارت کشاورزی و دیگر نهادهای دخلدار بنابر وضع پیش آمده به کشاورزان دستی یاری دراز میکنند تا به مشکل مالی دچار نگردند. موافق معلومات پژوهشگاه باغ و تاک پروری در تاجیکستان زیاده از 100 نوع زردآلو پرورش می شود، اما در کشور اساساً پرورش نزدیک به 20 نوع به راه مانده شده است. تقریباً 10 نوع به مقدار زیاد صادرات می شود، زیرا این نوعها به معیارهای بین المللی بیشتر جوابگو می باشند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.